فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که می توانست پیغمبر باشد از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری می کند، همسری می کند، خانه‌داری می کند. ببینید اینا رو باید فهمید، اینقدر تحقیر نکنند این خلیفتگان غافل. چی بگه انسان؟ خلیفتگان غافل حرفهای پوچ غربی ها. تحقیر نکنند خانه‌داری رو. خانه‌داری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر. خانه‌داری یعنی این.